امروز 22 مای است و شما برنامه خبری رادیو آزادی رو تماشا دارید. من شالوی گلخوجه هستم. سلام. نخست سرخط موضوعهای روز. حق تلاش است یا افراطی؟ مادر یک فعال شبکه‌های اجتماعی از مقامات تاجیکستان طلب دارد که قضیه پسرش بی‌طرفانه بررسی شود. همه کار ساخته کردن فرمایشی کارو باید که نترمه کنند. ایوه چهار فرزند روخی. гармии одамкуш дар Карочи Покистон 10 нафар бар асари гармии шадид ҷон бохтанд. аксари фафтидагон мардуми камбизоат буданд. طول 3 روز اخیر با سردخانه‌های ما 160 جسد انتقال یافت. 65 نفر آنها از ضربه آفتاب هلاک شدند. و سدریددینی نجمیددین آوازخوان نامدار توجیک این بار هوادارانش را از افغانستان و در دل امریکا تسخیر کرد. пайвандони ҷунайдулло худоёров як фаъоли шабакаҳои иҷтимоӣ аз президенти тоҷикистон тақозо доранд ки парвандаи ӯ холисона баррасӣ шавад. ин сокини 35-солаи ноҳияи раштро ки аз мақомоти маҳаллии ин ноҳия зиёд интиқод мекард, зимистони имсола бо иттиҳоми ифротгароӣ боздошт намуданд. наздикони ӯ ба сохта будани парванда пофишорӣ мекунанд, вале мақомоти интизомӣ мегӯянд далелҳои асоснок доранд. همین این بچه من آوردن با بودن یه روز بیا اینجا بیا گفته با فند گرفتن آوردن دستاش بسته آوردن به شهر آوردن شهر انداختنش. یگان حساب این دلار دفتر اینو کمدی نیافتن. انا با خود سر سوشه هم به کار ساخته کردن فرمایشی کارو باید که نترمه کنن. ایوه چهار فرزند روخی. موجیگل غریب و مادر جنیدالله خدایارف میگوید پسرش را با پرونده ساخته صد میکنند. جنیدالله خدایارف ساکن ناحیه رشت 5 ماه پیش از طرف پلیس بازداشت شده و دوشنبه آورده شد. خدایارف 35 ساله به عضویت در حرکت ممنوع سلفیه ایبدار می شود. همین 5 وقت نمازی همین خچه گاه میخونه و گاه نمیخونه و یگان در خونه من یگان کس خیلی نماز خوندگی نیست. های این سلفیه خیلی گرد نیست، من دیدگی نیستم. همین فرزندی من چی کرد؟ همین برای آبادی وطن، برای مثال نمی کجرفتاری خلق نویس پرتو برای راه برای نمی یگان کارای نشایسته و ویرانشون این خیزم فرزند من به بحث کشیدیان. پیوندانش میگویند جنیدالله را بعد آن که در سامانه‌های اجتماعی مقامات محلی را تنقید کرد بازداشت کردند. خدایارف در طرز نماز سلفیه و یک نوشته‌اش در ادنی کلاس که متهم می شود. مقامات میگویند برای اثبات جرم خدایارف دلیل و شاهد دارند. شاهد اصلی در پرونده خدایارف امام خطیب مسجد 5 وقته دهه یشم رشت فتح‌الله نظریف بلافاصله با ارسال یک نامه به پرزیدنت و مقامات دخلدار گفت که تحت فشار کارمند محلی میلیسا به همدهش تهمت نموده او را در پیروی از جریان ممنوع سلفیه گناهکار کرده است. تفتیش پرونده جنیدالله خدایارف انجام یافته و به دادگاه ناحیه اسماعیلی سامانه پایتخت ارسال شده است. در نظر است که روزهای نزدیک مرافعه دادگاهی آغاز شود. رو می‌رویم با موضوعهای دیگر. مقامات تاجیکستان به ارزیابی خسارات سیل و آبخیزی‌های اخیر شروع کردند و میگویند به زودی نتیجه‌های آن را اعلان می‌کنند. باران زیاد و سیل در ولایت خطلون خانه‌ها را ویران کرد و ده‌ها گکتار زراعت و کشتزارهای مردم را از بین برد. نمایندگان کمیته حالت‌های فوق‌العاده گفتند یک هیئت برای آشنایی با مقیاس واقعی فلاکت و برای رفع عاقبت‌های آن به خطلون رفته است. شمس‌الله این روزها سرتشویش است. با عائله هایی که از سیل ضرر دیدند کمک می رساند. این بار کمک آموزگاران را خانه به خانه تقسیم می کند. شکر جمع کن، پیاز جمع کن، پرودوکت مکرون، برنج، سبزی. در دهه سیلگاهی ناحیه 5 17 می سیل آمد. حدود 30 خانه ضرر دید، 10 گکتار کشت نیست شد. با گفته ساکنان فقط اقربا و همدهه ها هستند که در این فلاکت پهلوی آنها ایستادند. پایان خدمو یک معلمه گلوف یک ما آشنون خریده است تقسیم کرد. آخی تنورا هم دیگدونا هم چیش دیگه گودکاکش نمیمونه. گلی جان رسولووا میگوید وقتی از آمدن سیل خبر یافت که الکی لای آب دری درآمد را گرفته بود. او با 4 کودکش در 4 دیوار خانه تنها ماند. پایین طرف اومدم که تعمیر اسم آب شد. در گشتم درونه پروردگار قپیدم اونجا ایستادم. خدا گفتم یک کار خواب کردم فریبشو کردم که هیچ گپ نیست.
یک 4 ساعت همی خیلی دوام کرد. در تر شدم قیمه کشن آورد بکنم. مهینه چون از آمدن سیل باخبر شد میگوید سرلوچ و پایلوچ کودکانش را گرفته از خانه بیرون شد. سیل خانه اش را به این حال آورد. حالا به تنهایی تلاش دارند خانه را به حال اول آورند که کار دشوار هم هست. از روز آمدن سیل یک چند روز گذشته است. آنها میپرسند در این روزها چرا کارمندان حالتهای فوق‌العاده پهلویشان نیستند. این چه زنگ‌های روز که کار نهید چی داره حکومت نگاه میکنه کارمیت میکنه مهنا میتره. فعلا در تاجیکستان هوا نامساعد و بارانی باقی میماند، ولی آب و هواشناسان پیشگویی میکنند که چند روز بعد گرمی خواهد آمد. ولی در پاکستان باشد برعکس هوای تفسان چند روز اخیر پیامدهای نامطلوب داشته است. اسکندر خواجه میرزاده گزارش میدهد. در دوام 3 روز اخیر بر اثر گرمای طاقت فرسا در شهر جنوبی کراچی پاکستان کمش 65 نفر به هلاکت رسیده است. سازمان‌های حفظ اجتماعی منطقه این اطلاع را روز سه‌شنبه 22 می پخش نموده تاکید کردند که روزهای آینده حرارت هوا باز هم بلندتر خواهد شد و احتمال شماره قربانی‌ها نیز مطابق به آن افزایش یابد. گرما و انتقال نامنظم نیروی برق با فرارسی ماه شریف رمضان همزمان آمد. میخواستم بادبیز برقی خرم ولی آن گران بود. زورم به همین آب پاشک رسید. روزه دارم و خوف دارم که در خانه برق نیست. فکر میکنم وقتی برگشتم بادبیز برقی را روشن میکنم ولی آن حرکت نخواهد کرد. بر پایه گزارش‌های رسانه‌های محلی روز 21 می گرما به 44 درجه چنک سلسی مساوی شده احوال روزه‌داران کراچی را ناگوارتر کرد. فیصل ایدی که رهبر خزینه ایدی یعنی کارخانه مسئول سردخانه ها و کمک تعجیلی طبی در بزرگترین شهر پاکستان می باشد به خبرنگاران گفت اکثر فوتیدگان مردم کمبیزاعت بودند. طول 3 روز اخیر به سردخانه های ما 160 جسد انتقال یافت. 65 نفر آنها از ضربه آفتاب هلاک شدند. خویشاوندان آنها با اشاره به خلاصه طبیبان محلی به ما گفتند که نزدیکانشان از ضربه آفتاب وفات کردند. حکومت در این باره شرح نشر نکرده است، ولی مسئول اداره بهداشت ولایت سندی پاکستان فضل الله پیچوها در صحبت با نشریه انگلیسی زبان داون ابراز داشته است که تا حال یگان نفر از گرما و ضربه آفتاب به هلاکت نرسیده است. در کراچی تخمینا 15 میلیون افراد کمبیزاعت به سر میبرند. بسیاری ها در تشویشند که گرمای سال 2015 هم تکرار خواهد شد. آن زمان بر اثر گرما کمش 1300 فرد سالخورده و بیمار به هلاکت رسیده بودند و در سردخانه ها امکان نبود جسدها را جای دهند. برنامه خبری رادیو آزادی را ادامه می‌دهیم. در عرفه آغاز جام جهانی فوتبال 2018 روسیه شرایطی به قیدگیری مکانی زیست مهاجران کوری را کمی نرم‌تر کرد. همکنون مهاجران کوری و شهروندان خارجی در دوام برگزاری چمپیونات فوتبال در روسیه حق دارند تا 3 روز کوری محل اقامت خود را در مقامات رسمی به قید بگیرند. در یک فرمانی که رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین سال گذشته صادر کرد، مهلت به قیدگیری محل اقامت مهاجران همگی 1 روز مقرر کرده شده بود. برای تفصیلات بیشتر به همکارم عبدالله اشورف مراجعت میکنیم. عبدالله سلام. تغییرات نو از کی به اجرا می‌دراید و به حیات مهاجران کوری تاجیک در روسیه چه تاثیر خواهد داشت؟ سلام شهلا. تغییرات نو تا 3 روز دیگر به اجرا می‌دراید چون محدودیت در مهلت ثبت نام شهروندان خارجی از جمله مهاجران کوری تاجیک در روسیه از 25 می شروع گشته تا 25 ایول داخل دارد. چون در این مهلت شروع از 14 ایون تا 15 ایول در روسیه جامی جهان اوید به فوتبال دایر می شود. در این مدت در 11 شهر روسیه شروع از مسکو تا سنت پترزبورگ و سوچی بازی های فوتبال جریان می گیرند. روسیه سال قبل اعلان کرد که مهاجران در این شهرها باید در دوامی نه بیشتر از 1 شبانه روز محل اقامت خود را به قید بگیرند. این مقررات البته شرایط مهاجران کوری تاجیک را خیلی محدود کرده بود، تا حدی که بسیاری ها میگفتند مهاجران کوری تاجیک نمیتوانند در 1 روز محل اقامت خود را ثبت نام کنند. حتی مقامات تاجیکستان هم ماه قبل از مهاجران خواسته بودند در دوام جام جهانی فوتبال از سفر به این 11 شهر روسیه خودداری ورزند، چون خواسته و ناخواسته قانونهای روسیه را
ویران میکنند و احتمال خارج شدن از روسیه به آنها تهدید میکنند. پس آیا در 3 روز عملاً عبدالله یک مهاجر میتواند خود را به قید بگیرد؟ 3 روز نیز خیلی مهلت کوتاه است شهلا، ولی به هر حال شانسی به قید گرفتن محلی اقامت بیشتر می شود. اما طور خود مهاجران میگویند این کار آسان نخواهد بود، چون در مدت 3 روز مهاجران در کشور بیگانه کار دهنده و یا صاحب خانه را باید یابند که راضی می شود آنها را به قید بگیرد. خب عبدالله، تا جای معلوم است این محدودیت در دیگر شهرهای روسیه نیست، پس چرا مهاجران به این شهرها نمی روند؟ شهلا شمار آنهایی هم که به دیگر شهرهای روسیه به کار می روند کم نیست. در شهرهای دیگر مهاجران امکان دارند در مدت 15 روز محل زیست خود را به قید بگیرند، اما اکثر جایهای کاری سردرآمد محض در همین 11 شهر بزرگ روسیه هستند و مهاجران هم تلاش می کنند در این شهرها جای کار یابند. حتما که بیشتری ها در ساختمان کار می جویند. بله، اکثر انشاءات‌های جام جهانی فوتبال از جمله ورزشگاه‌ها را محض مهاجران ساختند. چند پیش حامیان حقوق روسیه را با آن متهم کردند که در ساختمان‌های المپیاد سوچی و ورزشگاه‌های بزرگ جام جهانی فوتبال از مهنت مهاجران استفاده کردند و با آنها مزد معاش شایسته پرداخت نکرده در شرایط غیر بشری آنها را کار می‌فرمایند. تشکر عبدالله برای صحبت. садриддини наҷмиддин овозхони шинохтаи тоҷикӣ муддате است амрикоро макони зиндагӣ ва кор интихоб кардааст. кайҳост дар миёни мардуми форсзабон шӯҳрат дорад. чанде пеш ӯ дар доираи барномаҳои ҳунариаш дар шаҳрҳои амрико барои мухлисонаш аз афғонистон консерт дод. наҷиба халил, хабарнигори телевизиони ошно, низ дар ин консерт ширкат дошт ва гузоришро дар ин бора аз телевизиони садои амрико тамошо мекунем. شب بلاسم، سالن برگزاری محافل واقع در شهر استرلینگ ایالت ویرجینیا میزبان یک گردهمایی بود که در آن صدرالدین، هنرمند شناخته شده تاجیکستان، آواز می‌خواند. صدرالدین این گردهمایی را خاصتاً برای علاقمندان افغان خود راه اندازی کرده بود. عده کثیری از افغان‌های مقیم ایالت ویرجینیا، مریلند و واشنگتن دی سی برای شنیدن آهنگ‌های صدرالدین جمع شده بودند. صدرالدین که شهرت جهانی دارد، در یک خانواده هنرمند به دنیا آمد و از آوان کودکی به موسیقی علاقمند بود. مهر موسیقی از آوان کودکی فکر میکنم از اون وقتی که چشمای ما دنیا را شناخت، همیشه موسیقی در خانواده ما بود و همیشه اهل فامیل با هم جمع میشدیم، تلویزیون میدیدیم، موسیقی هایی که پخش میشد، زیر این موسیقی ها خرسندی میکردیم و شادی میکردیم. صدرالدین در رشته موسیقی تحصیلاتش را به درجه عالی رساند. او میگوید به روش موسیقی احمد ظاهر، هنرمند فقید افغان، سخت علاقمند بود و به همین دلیل بیشتر آهنگهای او را میسراید. این هوای موسیقی که در دل من از وقتی که من چشم دنیا را دید علنگه زده بود و باز هم به شبهه بزرگی مکتب احمد ظاهر و کرامت الله قربان تأثیر بی اندازه در هنر من گذاشتند که من امروز پیروی هنری آنها خود را می‌حسابم و زهره هم باشد اگر راه خود را پیدا کرده باشم، یعنی خوشبختی من است. صدرالدین در ابتدا خودش آهنگای خود را می‌ساخت. اکنون آهنگسازان تاجیکی، افغانی و ایرانی همراهش همکاری دارد. او بیشتر اشعار جامی، حافظ، رودکی، خیام، لایق شیرالی و یک عده شاعران دیگر را سروده است. اگر خبر نداری از دل من، بدان من عاشق و مستی تو هستم. نگاهت میکنم هر جا که باشی، تو را من بی بهانه میپرستم. سفر میکنم هر بار در هوایت، با امیدی که باشم هم صدایت. اگر من را به دل داری نگیری، بازم میشینم هر شب سری راحت، بازم میشینم هر شب سری. با این آهنگ دلنشینی صدرالدین برنامه را انجام میدیم. تشکر میگویم که تا به آخری برنامه ما را همراهی کردید. تا 24 ساعت دیگر که ما به استودیو برمیگردیم از وبسایت رادیو آزادی استفاده کنید. تا فردا، خدا نگهدار.